خوشحالی در ستاد انتخاباتی ولادیمیر زلنسکی بعد اعلان نتیجه نخستین نظرسنجی از انتخابات روز 31 مارت، ҳаҷвнигоре که هیچ تجربه سیاستمداری ندارد 30% رای ها را به دست آورده است و از دیگر نامزدها پیش است. میخواهم به شما برای آنکه بشوخی رای دادید تشکر بگویم. نتیجه های نظرسنجی ها زیادند ولی یک نامزد پیروز می شود. این فقط آغاز کار است و ما نباید آرام بگیریم. پیش از اعلان نتیجه نظرسنجی زلنسکی آرام به نظر می رسید و با خبرنگاران در تنیس بازی رقابت می کرد. حالا به دوری دوم انتخابات راه یافت و با نامزد دوم روبرو می شود. نامزد دوم پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی است. پروشنکو گفت روسیه را که می‌خواست او را در انتخابات دیگر نبیند مایوس کرد. امروز شما اوکراینی ها، ما اوکراینی ها سناریوی روسیه در دور اول انتخابات را به هم زدیم. دقیقاً پروشنکو فرد بود که آنها نمیخواستند در دور دوم ببینند. آنها به آرزویشان نرسیدند. با آغاز شمارش رای ها یکی از نامزدها گفت به نتیجه نظرسنجی ها نباید باور کرد. یولیا تیماشنکو نخست وزیر سابق که از پروشنکو اندک عقب مانده است گفت تسلیم شدنی نیست. ما با تکیه بر دلیل و ارقام کاملا باور داریم نتیجه های نظرسنجی واقعیت را انعکاس نمی کند. هرچند با هیاهو راه یافتن پروشنکو به دور دوم را اعلان کرده باشند هم. عین علمی جامعه شناسی در اوکراین که در این آخرها خریده و دستکاری شده است این نتیجه ها را خریدند و دستکاری کردند. کمیسیون انتخاباتی اوکراین گفت در انتخابات تقریبا 64% مردم شرکت کردند. نتیجه مقدماتی آن تا شام روز 1 اپریل اعلان می شود. دوری دوم انتخابات روز 21 اپریل صورت می گیرد.